مادر ای قیمتترین نعمت روی دنیا، ای سرچشمه محبت، ای فرشته الهی. چون مثل خورشید هستی که به دلهای ما فرزندان گرمی خود را می بخشی. تو بزرگ هستی، تو را همه دوست می دارند، به تو زندگی وجود ندارد. تو هستی که همه جا گلریز و گلاویز است، نور تابان چراغ داری که به هر یک خانه نور پاشی می کند. تو را دوست می دارم ای مادری شب زنده دارم. مادر برای هر یک انسان عزیزترین کس است و به سبب نیست که مقدسترین مفهوم یعنی وطن را به مادر برابر و همردیف دانسته‌اند. این دو مفهوم برای هر یک انسانی صاحب وطن ارزش و منزلت یک خیله دارند. مادر چراغ نوربخش و صفابخش هر یک خاندان، گنج بی‌بها و فرشته الهی است برای فرزند. در آن ساعت که دلگیرم، کجایی مادری پیرم، بیا بنمای تدبیرم که در گرداب تقدیرم. سرم خواهد نوازش های دستانی تو را امروز، دلم خواهد نگاهی گرم چشمانی تو را امروز. دلم خواهد دعایت را، دو دستت را چو دوبالی پرستوها به سوی قبله بکشاده، خدا را از فلک ها بر زمین خوانده. گسیلم کرده بر راه های دور، سپس از پشت من گریسته ای در خود فرو مانده. چی می پرسی؟ تو از من بیشتر می دانی دنیا را و قسمت را. تو از من بیشتر می دانی صبح و شام دولت را. ولی من هر قدر از حکمت دنیا سبق خواندم، کتبی کهنه و نو را چو بال زیر سر ماندم. فزون از دو جهان و زندگانی را ندانستم، کشش های زمین و آسمانی را ندانستم که در 100 سالگی هم باز همچون کودکی پرپیچ خواهم مرد. ندانستم که بعد شیر پاک تو فقط افسوس خواهم خورد. در بهاران روز مادر می شود، دیده و دلها منور می شود. حسن ناتکراری فصل نوبهار با نگاه زن برابر می شود. از فروغ چشم مادرهای ما تاجیکستان همچو اختر می شود. شهر امروز دیگرگونه فضای دارد، کوچه از بوی خوشی پیرهی نم خورده، روح بخشایی هوای دارد. آسمان نیز خبر یافته از آمدنش، شستشو داده خیابانها را تا چو آید زیرهی دور، دم خورده هوا نفسش راست کند. برگها نیز چو من از هیجان لرزانند، در سری شاخی چنار گویی آگه شده اند. پشتیبانی دل و امدادگرم می آید، مادرم می آید. ای کلاغانی سیه فال زیبا می خانه، جای خود را به کبوتر بسپارید و روید، دیگر از منزل من دل بکنید. ای چناران قد افراخته دیرین سال، آشنایان غم و حسرت تنهایی من، شادبخشی مرا می توانید تصور بکنید؟ پشت سر شد شب حرمان، سحرم می آید،
مادرم می آید، مادرم می آید. مادرنامه. مادر شخصی غمخوار و مهربان برای هر یکی ما می باشد. عزیزترین گوهری که من دارم این مادر جانم است. شما هم همسالان عزیز مادرانتان را دوست دارید و آنها را حرمت و احترام نمایید. چنانه که شاعر گفته است: عزیز و مهربانم کیست مادر، فروغ دیدگانم کیست مادر، زبانی مادری آموخ بر من، همیشه در زبانم کیست مادر. صفای روی عالم آفتاب است، صفای خاندانم کیست مادر. مرا بهتر ز جان دانست عمر، گرامی تر ز جانم کیست مادر. در بهاران عید مادر می شود، دیده و دلها منور می شود. حسن نو تکرار فصل نوبهار با نگاه زن برابر می شود. از فروغ چشم مادرهای ما تاجیکستان همچو اختر می شود. از همین مادر به دنیا رهنما بس بزرگان دلاور می شود. بهر فرزند عالمی بختی بلند با دعای دست مادر می شود. در ره تصویر حسن مادران جمله فرزندش سخنور می شود. به کنج صندلی بنشسته شبها مادر پیرم، تو شاید جامه دامادی می دوزی به صد نیت، که روزی توی دیده بر قد من بشکنی ارمان. ببینی تا برنگی نو به حسن نوجوانیت، به آن دستان لرزان شرفمندت بمیرم من. نیابد چشم کم بیند به جستن چشم سوزن را، بلرزد دست پر اعجاز تو در قبضه پیری، ولیکن باز می دوزی تو دسترخوان گلدوزی، که روزی معرکه در بین مردم آبرو گیری. چه دنیای است دنیای امیدی تو ایا مادر، ایا مادر. نهان و پردگی بگذشت دوران جوانیت، حیاتت در گسیل و پیشواز زندگی طی شد. بکن با گوشه قرصی سفیدت پاک اشکت را، به دنیا آدمی یک بار می آید به پای خود. به آهی تابناکت از کجا عکسی صدا جویی؟ ایا مادر، ایا مادر. برون از دهن رفته ندیدی روی دنیا را، به گرد خویش گویا چرخ گشتی زندگی کردی. به گرد روستا دامان گردون گوی چسبیده، تو را بربست راه نیت و عزم جهانگردی. چی دارد عالمی در خود نهان تو ایا مادر، ایا مادر. خدا گفتی و آیت خواندی و تعبیرها جستی، تو دائم هفت یک ماندی به زیر بالش کودک، که شاید طفل بیباک و دلیر و قهرمان گردد. دل پیغمبران گنجند درون سینه کوچک، درون کلبه پستی نظرناگیر پر از دود. به حکم قرض انسانی جهان را بگنجانده، شبانگه مژه تهنا کرده پختی کلچه شیری. سحر فرزندهایت را به میدانها گسیلانده، شرف اندوخته از جانفشانی های فرزندان. ایا مادر، ایا مادر.
ببینی خواب شب فرزندهای مرده خود را، بیابی صحنه دیدار بینی های روحانی. به نزد آستانت دام ماند سایه مرگت، تو را خواند به سوی عالم تاریک و ظلمانی. مترس از مرگ آخر به زوال تو، ایا مادر، ایا مادر. هزاران مرگ را، اندوه و رنج را پشت سر کردی، نخوردی و نپوشیدی و با صد رنج پروردی. مرا بگرفته زیر پر برای آنکه در من زنده و حاضر ببینی باز همان صیادهای سرگشته رفتگانت را. شده خون جگر مادر، کنون امروز فرزندت جگربندت هنر آموخت که یابد نان به منت. به نامت دفتر بگشاد دعای خیر گو مادر، که او با نام تو در راه رهجویی قدم بنهاد. ورا تو مغفرت کن، راهنمایی کن ایا مادر، ایا مادر. ز لب‌های فرو رفته ز آژنگ پر اسرارت، اگر دورم اگر نزدیک خوانم پند ناگفته. چی سود از آن گلی که زیب یک کاکل شد و افتاد، ثنا بادا به آن گل که برای دهر بشکفته. تو آخر ابتدای ابتداهایی ایا مادر، ایا مادر. تو حالا در دم پیری نفسهای غنیمت را به نقش گل برای سوزنی ها ثبت می سازی. درخش آخرین چشم خود را در دل شبها برای صبح فردا هدیه می سازی و می نازی. گل و نور و شرافت یادگار است تو ایا مادر، ایا مادر. سرودی حسن انگیز قدیمی را مخوان مادر، دلت را با سرود اولین من دم گرم کن. اگر دستارخوان و جامه نو دوزی با امید، نه تنها بهر من بهر همه فرداییان هم دوز. سلامت باش ایا مادر، ایا مادر. زیر پای آچم گل بکاشتم، گل بکاشتم، گل از صد رنگ بکاشتم. خاک قدمش به دیده می برداشتم. آچه دیگره به خدا که آچه دیگره، باورم کنه آچه آجان و جیگره. در خوابم دیدم آچم خمیر کردسته، رفیدش به دست چپ کلچه فتیر بسته استه. ای چگدان او علو برش سوخته استه، ای خوابم خستم دیدم که آچم نیسته. آچه دیگره به خدا که آچه دیگره، باورم کنه آچه آجان و جیگره. ای آچه کجایی که بگوی دختر جان، من در برت راست باشم بگم جان آچه جان. این لحظه را من به نرخ دنیا ندهم، این لحظه غنیمت به دست آچه جان. آچه دیگره به خدا که آچه دیگره، باورم کنه آچه آجان و جیگره.